بله، ادامه صحبت. بله، ترکیب شما به منظور ساخت عود باید از 3 قلمروی گیاهی بهره ببرید. نمیتونید فقط رایحه عطریه رو انتخاب کنید و حتی نمیتونید فقط هم کننده ها رو انتخاب کنید. این بیشتر بوی دود میده. این هم خیلی بوی سنگینی داره به خاطر روغنی بودن. و سم‌ها هم به تنهایی نمیتونن بشن، اونم به خاطر اینکه سمقن، اصلا میل به سوختن ندارن. در واقع ما میایم یه سری گیاهایی که خیلی خوب میسوزن مثل بومدران و گیاهایی که میل به سوختنشون هی بگینگی هم هست هم نیست، اونم به خاطر روغنی بودن، و گیاهی که اصلا نمیسوزه مثل سمق. البته من اینجا سمق ندارم. مثل کندر اصلا دلش نمیخواد بسوزه. شما فندک رو به کندر بگیری یه لحظه میسوزه، سریع خاموش میشه. میایم این ستا رو ترکیب میکنیم که به یه توافقی برسن. این توافق چیه؟ که ترکیب تا انتها بسوزه، بوی خوب بده، بوی دود نده و دودش هم سنگین نباشه، چون دود سنگین سردرد میاره. کلا روغن ها، دودی که از سوختن روغن ها به دست میاد برای انسان خطرناکه. بله، این ما تو فصل 3 به طور کلی درباره همین چند تا چیزی که الان خدمتتون عرض کردم صحبت میکنیم. روزتون به خیر و خوشی. بررسی میدانی رو انجام بدید با گیاه ها. شما باید الان گیاه ها رو به کلی شناخته باشید و اونایی که میتونید تهیه بکنید که دارید میگیرید، اونایی که تهیه نشده میتونید به ما بگید، شاید بتونیم براتون کمی تهیه کنیم که بتونید از نزدیک ببینید گیاهو. خداحافظی نکنم، قطع میخوای کنی؟ روزتون به خیر و خوشی. خدا نگهدار.